سلام دوستان، به چنل خودتون سینا کریپتو خیلی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یک ویدیو دیگه در خدمتتونم. در این ویدیو قراره به سراغ آخرین اخبار و تحولات بازار بزرگ ارزهای دیجیتال بریم، پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اولین خبر ما درباره شبکه دومین میم کوین بازار یعنی شیبا اینو و اتفاق بزرگی که برای شبکه اون یعنی شیباریوم رخ داده. طبق آخرین بررسی ما شبکه شیباریوم در آستانه گذر از 420 میلیون تراکنشه. شبکه لایه دوم اتریوم یعنی شیباریوم که توسط تیم شیبا اینو ساخته و توسعه یافته از زمان راه اندازی در سال 2023 رشد قابل توجهی رو تجربه کرده. با افزایش استفاده مداوم کاربران این شبکه در حال نزدیک شدن به یک نقطه عطف جدیده و شاهد افزایش 50% در تراکنش‌های روزانه خود بوده. بر اساس داده‌های شیباریوم اسکن تعداد کل تراکنش‌های انجام شده از ابتدا تا به حال به مرز 420 میلیون تراکنش نزدیک میشه. این دستاورد در طول 9 ماه پس از راه اندازی در ماه آگوست 2023 حاصل شده که یک اتفاق بسیار مهم و خوب برای شیباریوم و کل اکوسیستم شیبا محسوب میشه. و اما دومین خبر این ویدیوی ما هم یک اتفاق بزرگی که توسط پادشاه ارزهای دیجیتال بیت کوین رقم خورده. یک گزارش توسط شرکت مدیریت امور مالی اینکرمنتیوم تهیه شده که نشون میده علاقه سازمانی به بیت کوین به طور وحشتناکی در حال افزایشه. این گزارش با عنوان دستورالعمل جدید طلا تشابه فزاینده بیت کوین با طلا رو برجسته میکنه. داده های این شرکت نشون میده که موجودی طلای بانک های مرکزی افزایش پیدا کرده و بدهی آمریکا در اختیار بانک های مرکزی خارجی در مقابل کاهش داشته. طبق این آمار ارزش بازار بیت کوین در حال نزدیک شدن به 10% ارزش بازار طلاست و در حال حاضر این عدد 8.4%. تفاوت کلیدی بین این دو دارایی در داینامیک عرضه اونهاست. عرضه بیت کوین ثابته در حالی که عرضه طلا به طور مدام در حال افزایشه و این نشون دهنده این مسئله است که کمیابی بیت کوین به مراتب بیشتر از هر دارایی ارزشمند در جهانه و در نتیجه همین مسئله میتونه قیمت بیت کوین رو در بازه زمانی کمتر نسبت به طلا با افزایشی چشمگیر مواجه کنه. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حمایت یادتون نره و اون رو برای دوستانتون شیر کنید. خیلی زود با اخبار جدید دنیای بزرگ ارزهای دیجیتال برمیگردیم، پس حسابی مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.